سلام، من ستارم و به چنل یوتیوب من خوش اومدین. امروز میخوایم راجع به این موضوعی صحبت کنیم که خیلی از ماها درگیرشیم. تقریبا نصف جامعه خانومه و از این نصف خیلی هاشون در حال حاضر پریود میشن یا در آینده پریود میشن یا یه دوره پریودی رو قطعا پشت سر گذاشتن. پس موضوعی نیست که برای همه ناآشنا باشه، خیلی راجبش میدونن، اما ما میخوایم یه مقداری هم از لحاظ علمی بیشتر و دقیق‌تر بررسیش کنیم، هم از لحاظ احساسی و اجتماعی که ببینیم چه تفاوتی میکنه اگه بیشتر راجبش بدونیم و کدوم قسمت هاشه که باید اصلاح کنیم. چیزی که من میخوام بگم چیزی نیست که احتمالاً توی روزمره عادی شنیده باشین. خیلی که این ویدیو رو میبینن احتمالاً کادر درمان باشن و اون قسمت اولیه‌ای که داریم راجع به آناتومی بدن و سیکل پریود صحبت میکنیم احتمالاً اونو تا حالا 1000 بار خوندن و 1000 بار امتحانش رو دادن. اما چیزی که میخوایم راجع به وجه اجتماعی صحبت کنیم یه مقداری متفاوته. اول از همه بعد اینو بگم که صحبت کردن راجع به این مسئله نه تنها هیچ عیبی نداره، بلکه خیلی هم واجبه که به صورت فارسیش چی میشه؟ به صورت اینکه گشاده روی راجع به این مسئله صحبت کنیم و راجبش خجالت نکشیم. اول از چی شروع کنیم؟ از آناتومیش میخوایم شروع کنیم که اصلا چی میشه که ماها پریود میشیم. پریود اصلا چیه؟ پریود یه سیکل منظم ماهیانه است که معمولاً 7 روزش یا بر بعضی‌ها مثلا ممکنه 3 روز باشه، 3 تا 7 روزش خون ریزیه و بقیهش یه سیکلیه که دوباره این رحم رو آماده کنه برای باربری. رحم یه بخشی از بدن ماست، یکی از اندامهای داخلی بدنه که مسئولیتش پرورش و نگهداری بچه است، که البته بهتره به جای بچه بگیم که جنین، چون وقتی که هنوز متولد نشده باشه بهش جنین میگن. حالا به هر حال هر ماه رحم ما خودش رو آماده باروری میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه از روز 0 شروع کنیم، روز 0 این سیکل بخوایم شروع کنیم، بدن شروع میکنه تا اون لحظه دیده که هیچ بارداری صورت گرفته نشده، شروع میکنه ریزش رحمی و بعد از ریزش رحم شروع میکنه دوباره خودش رو میسازه و بعد که دیواره رحم دوباره ساخته شد تا روز 28 میبینه که اگه جنین توش تشکیل شده باشه و لانه گزینی کرده باشه، این سیکل ادامه پیدا میکنه و به حاملگی و بارداری منجر میشه. اگرم نه دوباره ریزش پیدا میکنه. نمیخوام خیلی دوباره کلیشه‌ای صحبت کنم، میخوام برم سر چیزایی که احتمالاً کمتر راجبش صحبت کنیم. اصلا این چیه؟ این سیکل از کجا شروع میشه؟ ما اگه ماه رو 4 تا هفته در نظر بگیریم، دارم چیکار میکنم؟ اینجوری خط میکشم که متوجهش بشیم. کم خطی شد. اینا رو 4 تا هفته در نظر بگیریم. اینو روز 1، اینو روز 7، این 14، 1 هفته، 2 هفته، 21 و 28. ماه 30 روزه، ولی بعضی از ماها 29 روزن، بعضی از ماها 31 روزن، ولی اکثریت ماهای ما ایرانی‌ها که داریم 30 روزه. ولی چرخه قاعدگی معمولاً 28 روزه. بعضی‌ها ممکنه 30 روزه باشه چرخشون، بعضی‌ها ممکنه کمتر از این باشه، بعضی‌ها ممکنه بیشتر باشه. بستگی به بدنشون متفاوته، اما برای اکثریت همین شکله. میدونم اینکه این باز باشه و نوندمش رو اعصاب خیلی هاست، چون یه تایم زیادی رو اعصاب خودم هم بوده، به خاطر همین در ماژیکو میبندم، نگران نباشین. روز اول تا 7 رو ما معمولا خونریزی داریم که بهش همون پریودی که تا حالا شنیدین میگن، ولی در واقع
ریزش دیواره رحم روز 1 تا 5 معمولا. چیزی که تو این ویدیو داریم راجعش صحبت میکنیم یه میانگینه، یه چیزی که معمولا این شکلیه. برای خیلی ممکنه متفاوت باشه، ولی آمار نشون داده که اکثریت از این دسته پیروی میکنن، ولی خب به هر حال بازم ممکنه برای هر کسی متفاوت باشه. دیگه نمیخوام بگم معمولا، شما تا آخر حرف منو معمولا در نظر بگیریم. روز 1 تا 5 اینجا فکر کنین روز 5. روز 1 تا 5 دیواره رحم ریزش پیدا میکنه. روز 5 تا 7 همچنان ما خونریزی رو میبینیم. چرا؟ دیواره رحم ریزشاشو پیدا کرده، روز 5 به بعد داره خودش رو بازسازی میکنه، اما ما به خاطر اینکه اون خونهایی که از دیواره رحم ریخته شده و داخل رحم ریخته کامل خارج بشه، روز 5 تا 7 همچنان خونریزی رو میبینیم. ولی اگه شما هم دقت کرده باشین، بیشتر خونریزی روز 1 تا 3، روز 4 و 5 هم همچنان خونریزی هست، ولی روز 5 تا 7 میزان خونریزی کمتر میشه. اگر این روال رو ندارید ممکنه یک مقداری غیر طبیعی باشه، حتما به پزشک مراجعه کنین. من نمیتونم به طور قطع بگم که طبیعی یا طبیعی نیست، اما اگه چیزایی که دارم راجع به این ویدیو توضیح میدم براتون دقیق ندارید، یا مثلا فکر میکنید که خیلی فاصله داره با این چیزی که من دارم میگم، پس لازمه که شما یک دور به پزشک مراجعه کنید. روز 1 تا 5 رو اسمش میذارم قاعدگی. ما 2 تا هورمون داریم، استروژن و پروژسترون، که اینها خیلی تصمیم گیرندن در اینکه حال و هوای ما چه شکلی باشه، چه احساسی داشته باشیم، و توی سیکل قاعدگی هم خیلی تاثیر گذارن. توی روز 1 تا 5 سطح استروژن و پروژسترون در پایین ترین حالت خودشه. حالا این که میگیم پایین ترینه چه تفاوتی بر ما داره؟ اصلا چه معنی داره؟ استروژن چیکار میکنه؟ پروژسترون چیکار میکنه؟ ما اصلا با قسمت علمیش کاری نداریم، چون من الان نمیخوام بر شما آناتومی توضیح بدم یا بخوام براتون کامل به اندازه یه پزشک یا به اندازه یه پرستار یا به اندازه یه کادر درمان بخوام توضیح بدم که چی قراره چه شکلی باشه. فقط میخوام یه کلیتی رو براتون توضیح بدم که اون آدم‌های عادی که در سطح جامعه هستن، الان نمیخوام مطالعه‌ای که خیلی زیاد داشته باشن راجبش، چیزایی رو متوجه بشن. استروژن معمولاً تأثیری که روی ما داره اینه که روی سروتونین تأثیر میذاره و باعث میشه که حس خوب به ما بده. پروژسترون حالا چیکار میکنه؟ استروژن میشه حس خوبه، پروژسترون میشه آرامش بخش. اگه بخوایم به صورت کلمه‌ای بگیمش و مثلا خیلی 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 ساده سازیش کنیم، استروژن و پروژسترون در این زمان در کمترین حالت ممکنه خودشونن، یعنی حس خوبمون و اون آرامش داشتنه و اون حس خوب داشتنه در کمترین حد خودشه در زمانی که پریود داره اتفاق میفته، یا همون قاعدگی روز 1 تا 5. حالا چیزی که مهمتر از اینه که ما اصلا ببینیم که خود پریود در چه روزهایی اتفاق میفته، ما 3 تا فاکتور مهمتر داریم. اصلا نمیدونم که این توی ویدیو مشخصه یا نه، امیدوارم که معلوم باشه. اگه نباشه این ویدیو رو یه جور دیگه میگیرم، میذارم نگران نباشین. نگران نباشین، یعنی من خودم نگران باشم، انگار شما من نگران باشین. ما چیزی که در نظر میگیریم روز 1 تا 14 و 14 تا 28 و خود 14. این 3 تا خیلی مهمترن. روز 1 تا 14 رو میگن فولیکولار، حالا اسمش اصلا شما لازم نیست بدونید. روز 14 میشه روز تخمک گذاری، 14 تا 28 میشه لوتئال، یعنی 15 تا 28. خود 14 رو دیگه حساب نمی‌کنیم. اینو خیلی جاها ممکنه این 3 تا اسمو شنیده باشین: فولیکولار، تخمک گذاری، لوتئال. حالا اینا به چه معنیه؟ ما داخل تخمدان هامون یه سری چیز خیلی 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 ریز داریم که اونها بعد اینکه رشد میکنن و آزاد میشن و بعد با اسپرم لقاح پیدا میکنن تبدیل به جنین میشن. خب خیلی میخوام ساده توضیحش بدم که کسی که اصلا
تا به حال زیست نخوندم بتونه متوجهش بشه. پس سر اینکه کلماتو دارم خیلی ساده میگم لطفا گیر ندین بهم. اون قسمتی که فولیکولاره میشه همون رشد کردن اون دونه های ریزی که داخل تخمدان ما هستن. آروم 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 روز 1 تا 14 رشد میکنن. روز 14 اونی که بیشتر از همه رشد کرده و اونی که این رشدش ملموس‌تر بوده و درست‌تر رشد کرده روز 14 آزاد میشه. پس 1 تا 14 فولیکول ها رشد میکنن که بهش میگن فولیکولار. روز 14 آزاد میشه، بهش میگن تخمک گذاری. حالا این لوتئاله چیه؟ روز 14 یا همون بعد 14 یعنی 15 تا 28 ما اون دونه ریزه که داشتیم که گفتم آزاد میشه، فکر کنین یه نقطه‌ای داخل اینه و این نقطه بزرگ شدن با هم، این نقطه آزاد شده. این چیزی که باقی مونده ازش داخل تخمدان ما بهش میگن جسم زرد. اینایی که میگم قراره شما حفظ کنین. اینجا کلاس درس نیست که الان مثلا شنیدن این کلمات براتون خیلی عجیب باشه. فقط میخوایم یه کلیتی راجبش بدونیم. این جسمه که باقی میمونه داخل تخمدان ما بهش میگن جسم زرد. این جسم زرد تا زمانی که جنین بتونه هورمونا رو لانه‌گزینی کنه و هورمونا رو درست ترشح کنه، این باقی میمونه. توی این تایم میاد چی تولید میکنه؟ پروژسترون تولید میکنه و این پروژسترون رو افزایش میده. بچه خیلی دارم سازش میکنم، پس لطفاً اینجوری نباشین که نه اول فلان چیز رو میده که اون فلان چیزه بعدم فلان چیز میشه که بعد فلان چیز میشه که پروژسترون میره بالا. اصلش اینه که پروژسترون قراره بره بالا. پروژسترون میره بالا و ذهن ما تا زمان این 2 هفته رو فرصت میده به اون تخمک که آزاد شده که این 2 هفته ببینه جنین تشکیل شده یا نشده. اگه توی این 2 هفته جنین تشکیل نشده باشه یا فرصت تشکیل جنین اصلا نبوده باشه، بدن میفهمه که باردار نشده و از همین روز 28 به بعد شروع به خونریزی میکنه. این سیکلی که از اینجا هست، از اینجا دوباره از اول شروع میشه، یعنی هر 28 روز یک بار دوباره این سیکل از اول میره. خیلی سرتون رو درد نمیذارم. یه سری نکات مهم میخوام راجبش بگم. این که روز 1 تا 14 فلش کو بذار روز 14 رو بگم. روز 14 که میبینین یعنی وسط سیکل بهترین زمان برای بارداریه. اگه شما خانمی هستی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی و به دنبال بارداری هستی، میخوای یه تایمی رو باردار بشی، بهترین روز برات روز 14 همه. یعنی شما از اولین روزی که خونریزی شروع میشه باید بشماری 14 روز که بگذره اون روز بهترین روز برای بارداریه. معمولا 1 روز قبلش یا 1 روز بعدش هم بارداری اتفاق میفته، به خاطر اینکه اون حالا ولش کن خیلی طولانی میشه. برای همه آیا روز 14 همه؟ خیر، برای همه روز 14 هم نیست. برای بعضی روز 12 همه، برای بعضی روز 15 همه، برای بعضی روز 13 همه. برای هر کسی یه روزی اتفاق میفته ولی حدودش میشه همین روز 14 هم. خب اینم که توضیح دادیم. حالا میخوام راجع به PMS صحبت کنیم. این همه میگن PMS چیه؟ 7 تا 10 روز قبل پریود. قبل پریود یعنی چی؟ این یه سیکل در نظر بگیریم. 7 تا 10 روز قبل پریود میفته اینجا، روز 21 تا 28. این قسمت معلومه؟ این قسمت بهش میگن PMS. PMS وقتیه که بدن داره کم کم میفهمه که باردار نشده و چون باردار نشده باید برای ریزش رحم آماده بشه. اگه باردار شده باشه که اون اصلا بحثش جداست، وارد یه مقوله دیگه میشیم. PMS وقتی که بدن میفهمه که باردار نشده انگار از ما عصبانی میشه،
اضطراب میگیره، استرس میگیره که چرا من باردار نشدم، حالم خوب نیست، نه فلان چی، و یه سری خلق و خوا تغییر میکنه که کاملا طبیعیه. ما سطح استرس بیشتری میگیریم، احساس ناخوشایند بیشتری داریم، عصبی تریم، ناراحت تریم، عصبی تریم و کلا روی مود خوبی نیستیم. بعضی موقع حتی میزنیم زیر گریه و نمیدونیم چی مونه. تا اینجا طبیعیه. 90% آدم ها PMS رو دارن و PMS رو تجربه میکنن. اما چیزی که طبیعی نیست PMDDه. PMDD حالا چیه؟ به اختلال ناخوشی پیش از قاعدگی میگن. همون PMDD ولی به صورت خیلی شدید ترش، یعنی از لحاظ روانی شما غیر قابل کنترل باشین میشه PMDD. PMDD باید به پزشک مراجعه کنین، یعنی اگر از این حدی PMSتون غیر طبیعی تره باید به پزشک مراجعه کنین بابتش که من چرا این شکلیم. 3 تا 7% آدم ها اینو تجربه میکنن و اگه مداوم پشت سر هم تکرار بشه باید حتما به پزشک مراجعه کنین. اینا رو بزنیم دور. من این ورش تقلب داشتم که یادم نره میخوام چی بگم که خیلی هاشم فکرم یادم رفت. مهم نیست. چیزی که من میخوام راجبش الان توی این ویدیو صحبت کنم 2 قسمت داره. یه قسمتش این که آدم هایی که پریود نمیشین یا آدم هایی که اطلاعی از این روند ندارید، لطفاً اون تایم آدم های دیگر رو رعایت کنین. اونایی که پریودن، PMS شدیدتری دارن، احساس ناخوشایند زیادی دارن، اونها رو درک کنین. و یه قسمت دیگه که اتفاقا میخوام راجع به اون بیشتر صحبت کنم اینه که سوء استفاده نکنیم. از اینکه PMSیم سوء استفاده نکنیم. حالا یعنی چی؟ ببین ما این چرخه رو توضیح دادیم. اگر مایل باشی میتونم مفصل ترم راجع به اینکه چه روزی دقیقاً میزان خوشحالی و میزان رضایت ما از زندگی بالاتره، پایین‌تره، توی چه تایمی چه تصمیماتی رو بگیریم، توی چه هفته‌هایی میتونیم حالا قرارداد ببندیم، توی چه هفته‌هایی نباید مثلا به اون احساسمون خیلی دامن بدیم و اینها صحبت خواهیم کرد اگه خواستین داخل یه ویدیو جدا. چیزی که من میخوام توی این ویدیو راجبش صحبت کنم اینه که بچه‌ها ما اینا رو یاد میگیریم، این چرخه رو یاد میگیریم که بدن ما چه شکلی کار میکنه، در چه تایمی چه حال و هوایی داریم. اما اصلش اینه که بعد اینکه یاد گرفتیم میخوایم چیکار کنیم. ما فقط بدونیم که اوکی من زمانی که PMSم حالم خوب نیست، حوصله هیچکی رو ندارم. بعد حالا از همه عالم و آدم انتظار داشته باشم چون من PMSم هیچکی به من نگه بالا چشه دبروه، چون من PMSم هر کاری کردم هر رفتاری کردم حق دارم، صحیحه، هیچ مشکلی نداره که من هر رفتاری کنم. نه، واقعا همچین چیزی نیست. دلیل این که ما یاد میگیریم که توی هفته‌های مختلف حال و هوامون چه شکلیه به خاطر اینه که کم کم خودمون رو یاد بگیریم، خودشناسی داشته باشیم. من به طور مثال میفهمم که وقتی که PMSم میخوام پریود بشم نباید وقتایی که گرسنمه با کسی حرف بزنم. میفهمم که آقا من اگه خودم رو گرسنه بذارم ممکنه با آدم دعوام بشه. خب چند حالت داره. یکی این که میتونم با آدم بگم که آقا من امروز حالم خوب نیست، سر به سرم نذار، و اون بخش میشه درک اون آدم که باید سر به سر نذاره یا مثلا باهات دعوا نکنه یا رعایتت کنه. یه بخش دیگه میشه این که من وقتی که میدونم که گرسنم بشه با آدما دعوا میکنم و سطح تحملم میاد پایین‌تر، تحریک پذیرتر میشم، خب خودم گرسنه نذارم. حرف من توی این ویدیو دقیقا همینه که اگه شما خودتون رو بشناسید، یه دفتر بردار، هر روز تو تا یه ماه یادداشت کن یا ماهای مختلف، چون پریود هیچ وقت یک شکل نیست، پریود همیشه شما رو سورپرایز میکنه.
یه دفتر بردار، با خود یادداشت کن که اوکی، من وقتی که توی فاز فولیکولارم 1 تا 14 چه رفتارهایی از خودم نشون میدم، چه مثلا تصمیمات هیجانی گرفتم تا حالا، چه قولایی دادم که بعداً حالشو نداشتم که انجام بدم. یا وقتی که توی فاز لوتئالم 14 تا 28 چه رفتارهایی داشتم. دوباره این روز 14 تا 21 رو ببین، این تایم 7 تا 14 و 14 تا 21 معمولاً چون سطح هورمونای ما بالانس تره خیلی تصمیمات عاقلانه تری میگیریم. ولی این 21 تا 28 رو وقتی که من PMS بودم چه رفتارهای زشتی با آدم ها داشتم، چه دعواهایی رو راه انداختم که بعدا متوجه شدم که اوکی این به خاطر این بوده که من PMS بودم، یا سر چه ماجرایی من حساسیت بیش از حد نشون دادم که بعد متوجه شدم که این بیش از حد بوده حساسیتم. یه چیز دیگه هم اضافه کنم اینجا بچه‌ها، واقعا اینا رو سعی کنین یادداشت کنین، چون وقتی که سطح یکی از هورموناتون خیلی شدیدتر میشه، راجع به یه مسئله درست حساسیت بیش از حد دارین و مثلا اون لحظه نباید دعوا کنین بابتش، ولی اون رو یادداشت کنین یه جایی که توی یه تایم دیگه‌ای که حالا آرومتر شدین شاید اون باگ رابطه شما اون مشکله باشه، همونی باشه که زیاد روش حساس شدین. اون لحظه شاید زمان درستی نباشه برای بیان کردنش و حالا بحث کردن و دعوا کردن سرش، ولی شاید باگ شما، چیزی که شما رو آزار میده و تایمای دیگه نمیدونین چیه که آزارتون میده، همون چیزای ریزی باشه که اون تایمی که هورموناتون بالانسش تغییر کرده متوجه شدین. آیا اون کسی که PMS میشه دیوونه است؟ نه خیر، دیوونه نیست. آیا نمیتونه خودش رو کنترل کنه؟ نه خیر، همچین چیزی نیست. آیا کسی که پریود عصبانی میشه و نمیتونه خودش رو کنترل کنه؟ نه، همچین چیزی نیست. ما همه انسانیم و این میزان تغییرات هورمونی ما فقط یه بخش‌هایی از ذهن ما رو بازتر میکنه، یه بخش‌هایی رو کوچیک‌تر. اگه مثلا این ذهن ما باشه و این باکس احساسات ما باشه، استروژن میتونه یه قسمتش رو برای ما واضح‌تر نشون بده و یه قسمتش رو در خفای بیشتری بذاره و مثلا تایم دیگه‌ای که میزان استروژن میاد پایین‌تر، این ظرف احساسات ما یه بخشیش واضح‌تر میشه، یه بخش دیگه‌اش کوچیک‌تر. چیزی که میخوام بگم اینه که باکس احساسات ما تغییر نمیکنه. ما همون آدمیم، همون احساسات رو داریم، همون میزان بروز احساسات رو داریم، همون فکرها، عقیده‌ها، ذهنیت‌ها رو داریم. فقط باید تایم‌های مختلف که انگار یه چراغ قوه انداخته میشه روی احساس ما، اون تایم‌ها رو به اون مسیری که چراغ قوه داره نشون میده نگاه کنیم، ببینیم که کدوم بخش از احساسات من هست که همیشه توی تاریکی نگهشون داشتم و الان چراغ قوه داره به من نشونش میده. بچه‌ها، ما واقعا وقتی که این چیزها رو راجع به خودمون بفهمیم که من اگه میخوام پریود شم حالم این شکلی میشه، چیکار کنم حالم خوب میشه، این خودشناسی رو ببریم بالاتر، خیلی توی روابطمون هم موفق تر خواهیم بود. چطور دارم اینو میگم؟ شما انتظار داری پسر بنده خدایی که با تو تا حالا 2 ماه وارد رابطه نشده، ماه 3، ماه 4 یا هرچی، بدونه که تو میخوای پریود چی، باید بره برات شکلات بخره، گل بخره، فلان بخره، نمیدونم چیکار کنه. بعد مثلا اون کارا هم میکنه، بعد تو گیر ذهنیت اون لحظه رو اینه که نه، این در رو برای من باز نکرد. خب وقتی که تو مثلا داری 3 ساله 4 ساله داری پریود میشی، 5 ساله داری پریود میشی، شاید بیشتر از اون داری پریود میشی، 5 سال خودتو نشناختی که وقتی که من مثلا نزدیک پریودمه، بدنم مثلا منی از اون بیشتری نیاز داره، هوس مثلا شکلات میکنم، به جاش حالا میخوام شکلات رو نخورم، بادوم میخورم که مثلا اون حسو کمتر کنه برام و مثلا سالمتر باشه. تو وقتی اینو راجع به بدن خودت متوجه نمیشی، 5 ساله هنوز با خودت با خودت کنار نیومدی، خودت نمیدونی که موقعی که میخوای پریود چی، مثلا رفتارات چه شکلیه، الان حساسیتت به خاطر
واقعا اون موضوع یا حساسیت به خاطر اینه که هورمونات تغییر کرده، چطور انتظار داری پسری که 3 ماه با تو توی رابطه است کامل تو رو بشناسه؟ حرفی که من میخوام بزنم اینه، تو خودت اول خودتو بشناس، بعد اینکه خودتو شناختی میتونی راهنمای بهتری برای اون آدم باشی. وقتی که تو گرسنت میشه، عصبی میشی، خب اینو راجع به خودت بدونی فقط کافی نیست. مرحله بعدش این میشه که من میدونم، هشدارشو به بقیه میدم. من وقتی که گرسنم میشه عصبی میشم، این هشدارشو به بقیه میدم که من گرسنمه، سر به سرم نذارین، من عصبی میشم. یه مرحله بعد اون هست که شما انجامش نمیدی. مرحله بعد اون اینه که اگه گرسنته بحث نکن با یکی، بدون الان رفته رو مغزت، به خاطر اینه که تو گرسنته، وایسا اول یه چیزی بخوری بعد دعواتو بکن. اگه یه چیزی خوردی آروم شدی میفهمی که اوه این به خاطر این بود که من هیچی نخورده بودم، اونقدر عصبی بودم. چیزی هم که دارم راجع به پریودم میگم همینه. اگه یه مسئله تو رو ناراحتت میکنه، اون چرا قوه افتاده روش و فهمیدی که اوکی این مسئله داره منو آزار میده، صبر کن اون میزان هورمونات جا به جا بشه، اون چرا قوه از روی اون بخش از احساساتت برداشته بشه، شاید چرا قوه افتاد روی یه چیز دیگه، فهمیدی که نه این مکمل اون بود، پس این مشکلی نداشت و اصلا بحثش رو پیش نکشیدی، دعواش انجام ندادی. یا وقتی چرا قوه افتاد روی بخش‌های دیگه از احساساتت و افکارت، بفهمی که اوکی اون مشکلی که من دیده بودم توی مثلا 7 روز پیش، توی 10 روز پیش، اون مشکل هنوز سر جاشه، اون حسه که دارم هنوز سر جاشه. پس میشینید با ذهنیت بازتری راجع به اون مسئله صحبت میکنیم. چیزی که ما باید یاد بگیریم توی زندگیمون صبره بچه‌ها. صبر کن. اگه یه چیزی باعث میشه که تو عصبی بشی، صبر کن. اگه یه چیزی باعث میشه که تو ناراحت باشی، صبر کن و بعد بیانش کن. تنها چیزی که من میخواستم توی این ویدیو بگم همین بود. و جدا از اون ببین، این که شما اگه یه پسری و داری این ویدیو رو میبینی، یه بخشیش تو اگه پسری و داری این ویدیو رو میبینی احتمال زیاد اون آدمی هستی که پیگیر اینه که چطوری بهتر رفتار کنه. ولی اگه نیستی یا اگه آدمی رو میشناسی که این شکلی نیست، بیشتر رعایت کن. جدی میگم اینو. این که تو میدونی که دختره وقتی که پریود میشه عصبی تره یا وقتی که PMS بیشتر داره گیر میده، خیلی بده که تو بگی پریودی که اینقدر گیر میدی باز PMS شد گیر داد به ما. پریود اینقدر عصبی، بچه‌ها این چیزا اصلا شوخیش هم قشنگ نیست. اصلا قشنگ نیست. میتونی بشینی آروم با اون آدم صحبت کنی، مثلا بگی که من درک میکنم که مثلا تو الان فلان چی نمیدونم چی صحبتاتون رو کامل بکنین، بعد بگی که الان توی چه قسمت از سیکلتی، یا اصلا اگه با یه نفر توی ارتباطی یه اپ بریز سیکل پریودی اون آدم رو داشته باش که بدونی آقا اگه الان اینطوری بحث کرد با من، اوکی من توی این تایم بیشتر رعایتشو کنم، کمتر برام اون مخش چیزایی که میدونم خیلی عصبیش میکنه رو انجام ندم. شما از اون رعایت کن. شما از اون تیکه این که پریودی، تیکه این که مثلا دوباره PMS شدی که اینجوری میکنی و ننداز. این خیلی بده، این خیلی زشته. میدونم که خیلی از آقایون این شکلی نیستن، خیلی از آقایون واقعا با شعورن، واقعا با درکن. من منظورم همه آقایون نیست. اگه دارم اینو مستقیم میگم، اینو به کسی که میبینی این رفتار رو میکنه بگو. مشکل ما با همدیگه، منظورم جامعه زنان با جامعه مردان، مشکل با همه نیست. اگه یه مردی برمیگرده میگه زنها این شکلی هن، مشکلش همه زنها نیست. وقتی یه زنی برمیگرده میگه مردا این شکلی هن، مشکلش همه مردا نیست. مشکلش اون مرداییه که اون شکلی هن. و مشکل اینجاست که یه زن وقتی که میبینه زنهای دیگه رفتار بدی رو دارن انجام میدن، بهشون میگه، تذکر میده و طرد نمیشه از اون جمع.
ولی معمولا توی پسرها این برعکسش اتفاق نمیفته. وقتی که پسرها ببینن که یه پسری داره خیلی بد رفتار میکنه، نه تنها بهش تذکر نمیدن بلکه سکوت میکنن، بلکه توی جمعشون هنوز نگهش میدارن. حالا این تاپیک مال یه ویدیو دیگه است، نمیخوام طولانیش کنم، بعدا راجعش صحبت میکنیم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. یه اپ میخواستم بهتون معرفی کنم، اپ ایمپو. نه چیزم شده نه اسپانسرم شده، هیچ الان اسپانسر من نمیشه، نه اینکه هیچی دیگه، فقط یه اپ ایرانیه که پریودتون رو دقیق میتونین چیز کنین، چی بهش میگن، ردیابی کنین و دقیق بدونین که توی چه روزی هستین. اون روز مثلا اگه دیدین حالتون خیلی بده، مثلا من میبینم آقا حالم خیلی بده، هرچی فکر میکنم آقا دلیل خاصی نداره که اینقدر مثلا حال من بد باشه، نمیدونم چه مثلا. میرم تو اپ نگاه میکنم که نوشته که مثلا شما الان امروز این تصمیمات رو نگیرین بهتره، تصمیمات مثلا تصمیمات برای مثلا بستن قراردادت رو به یک روز دیگه واگذار کن، یا مثلا نوشته که از لحاظ جسمانی امروز بهترین تایم برای ورزش سنگین کردنه، یا مثلا نوشته امروز ورزش سنگین رو انجام نده. اسمش ایمپوه، اینجا نوشتم امیدوارم معلوم باشه، اسمش ایمپوه. یه چیز جالبی که این اپ داره اینه که ورژن مردونه هم داره، شما به عنوان همدل فکر کنم همیاری همچین چیزی نوشته بود توش، میتونی اپش رو نصب کنی برای پارتنرت و سینکشون کنی با هم، همگام سازیشون کنی با هم، و بعد از این همگام سازیه تو هر تغییری که داخلش بدی، مثلا اگه پریودت یکم عقب جلوشه تایمش رو مثلا تغییر بدی، بگی که مثلا امروز پریود نشدم پس فردا مثلا بزنی که امروز پریود شدم، برای اون هم همچین تغییراتی انجام میشه، سیکل شما رو میتونه دنبال کنه و یه سری راهنمایی ها برای اون فرد داخل اپ خودش داخل گوشیش انجام میشه. مثلا می‌نویسه که امروز مثلا همسر شما از لحاظ احساسی یا مثلا پارتنر شما از لحاظ احساسی خیلی حساس شده، مثلا سعی کن امروز مثلا بهش جمله محبت آمیز بگی، یه همچین چیزایی. امیدوارم که این ویدیو مفید واقع بوده باشه. اگه توی حرفام راجع به چیزی اشتباه توضیح دادم، اگه قسمت علمیش رو اشتباه توضیح دادم، سعی کردم که تحقیق زیادی انجام بدم که اشتباه نکنم، ولی اگر اشتباه بوده خوشحال میشم که بهم بگین، واقعا ناراحت نمیشم و مثل بقیه چیزا آدمام اینجوری نیستم که بیام بگم نه حرفی که من زدم 100 درسته و شما دارین مخالفت میکنی، شما خیلی اشتباه میکنین که دارین مخالفت میکنین و 100% درست گفتم. نه، اگه حس میکنین که من اشتباه گفتم، چه راجع به بخش علمیم چه راجع به بخش نظر شخصیم که راجع به اجتماع دادم، خوشحال میشم که بیاین با هم صحبت کنیم و بگیم که اوکی من دلایلی دارم که میتونم تو رو قانع کنم که تو اشتباه گفتی و من گوش میدم اونا رو، و اگه اشتباه گفته باشم یا نظرم تغییر کنه میام میگم که نظرم تغییر کرد. ما آدمیم و میتونه نظرهامون تغییر کنه، قرار نیست که یه چیزو صفر بچسبیم و تا تهش همون باشه. خیلی ویدیو طولانی شد، خوشحالم که با همین ویدیو رو با هم که ضبط نکردیم، من ضبط کردم ولی شما نشستین گوش دادین، خوشحالم به هر حال. و از این وقفه طولانی که افتاده بود معذرت میخوام، خیلی کارا برام پیش اومده بود، اول ویدیو یادم رفت بگم، اما سعی میکنم که زود به زود آپلود کنم. خیلی دوستتون دارم، بای.